سلام بچه ها، خوش اومدید به بازی آیس اس کریم. امروز اومدیم با بازی به اسم آیس اس کریم که نمیدونم چیه، همه جا پخش شده و گفتم چرا ما نباید این بازی رو بازی کنیم. پس فقط یه چیز میمونه، این که چیپساتون رو بردارید یا هر غذایی رو بردارید و یه جا سکوت بشینید و تماشا کنید و کیفشو یه ذره مریض شدم بچه ها و فقط کیفشو ببرید و کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و اون زنگوله رم بی زحمت بزنید تا هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون پیام بده. بودو بریم. خب میذارم نرماله بچه. تا حالا من اینو بازی نکردم ولی یه ذره نگاه کرد. ببخشید بچه یه ذره. اوکی ما الان اومدیم داخل. حاجی سنسیویتی بازی خیلی زیاده. یه ذره بهتر شد. خب الان ما باید پنجره چیه؟ آها داشتمون آیس اس کریم. واسه رو سینه‌ش یه چیز دیدم. رو سینه‌ش یه چیز سفید است. کن. What the؟ بچه رو یخ زد. یو قایم شو. حاجی همین الان تنم سیخ شد. موهای تنم سیخ شد. چیکار کنیم الان؟ میگه چی؟ چیزی بهم نمیگه حاجی. چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ بچه 2 ثانیه من برم مجلاش. اوکی الان فهمیدم بعد چیکار کنیم. ما باید یه طناب باز کنیم. راستی یه دونه پازل هست بالا سمت چپ بغل علامت آچار. این نشون میده که کدوم آیتما رو باید داریم. اینا قسمت آیتمن، اینا هم قسمت پازلان باید حل کنیم. اوکی الان ما باید دنبال یه طناب اینجا first try با اولین. این چیه؟ سلینگ. اوی حاجی اینو بزنم تو کلش. این چیه؟ میتونیم خایم بشیم. مپ به چه دردم حاجی؟ اینجاست. اوکی برو تو. Frosty Wells ice cream. نه آیس کریم. چون علامت کله دست بیشو. خودتو میفروشی. چی شد؟ یا چی نوشته؟ واسه ببینم. شاک اسمش راده بچه. راد بچه. این یارو مونگوله اسمش راده. بر نگرده. نه این طرف پیشور. برو. چی شد؟ منو دید؟ پوتون صورت مغزیت مونگول. گو خوردم. چی میگی واچین؟ الان فهمیدم چی میگه. تو صورتت ولمون کن دیگه. این طرف نمیای نه؟ بچه راستی من هدفون گذاشتم. در رو ببندم میشنوه؟ در رو وا کنم چی؟ این خیالش نبود. همجوری باز خونم یه چیزی رو زدم سری. ببینم کجا. بذار رد کنیم. پارک.
پارکیم. واو. ویلچر چیکار میکنه؟ وات؟ رود حاجی، رود نکنه ما رو. او الان میبینه منو حاجی. شد. یه لحظه چیزا رو چک کنم. ببخشید بعد. اوکی من الان باید دوباره سوار شم. برو پارکینگ. بچه بازی رو ول کردم، رفتم مجله های بازی رو خوندم. خب البته اول اپوتون صورته بازی راستی سیو نمیشه بچه. بازی سیو نمیشه. شانس آوردم اومدم اینجا. ببین رفتم چند نفر نگاه کردم دیگه فهمیدم از کجا میاد دیگه. حرفه‌ای شدم بچه من از همونم که یه چیزی رو سریع یاد میگیره. الان بذار این بره. من اینجا شات جان مادرت منو نبین. توف تو اون صورت بیریختت. خوبه مانگول. گوه خورده. برو تو. بابا 2 ثانیه ولمون کن. شاسکول. بابا من ریدم تو اون صورتت. اصلا بچه من اینجا قایم میشم. یه ذره بره دور. بیا بالا. اینجا بیاد شلیک میکنم. کجا رفت؟ یه ذره دیگه بره. یا زیاد سرسره داره. برو دیگه لعنتی. اپوتون صورت. 3 میلیمتری رد کردم. خب این زهرمو رو بزن. بیای میزنم. اپوتون صورتت. خب بچه اینجا برای چند لحظه کارمون تموم شد. خب الان من بعد برم کجا؟ بعد برم کافتریا. آجی مریض خوردم. با این وضعم دارم واسهتون. برو راستی بچه میدونم بعد کجا قایم بشم. برو از اینجا تو. این منگول دونی نیاد از اونجا. این میاد از این کارو میکنه. البته چی گفت؟ امیلی این یادم باشه. آیدی کارت اویل واسه. اوه الان فهمیدم اویل واسه چیه. راد توفتون صورتت راد. بیا برو. دست شما درد نکنه. برو دیگه. شاسکول. نرو پارکینگ. اینجا پازل دیگه هم داریم. ولی این تنابه رو کجا بذارم آجی؟ Is anybody watching؟ گفتون؟ آره برو تا برد نگشتیم. شنید خوبم شنید. خب آقا داداش من اونجا کار دارم. خیلی سرم. کجا رفت؟
غیب شد. پشت سرتم. یه چی بردارم بزنم تو کله. قایم میشم نبینی منو. ای توفتون صورتت. اشک. بدو بچه فکر کنم این ویدیو تا 1000 سال طول بکشه. نمیخوای بری؟ توفتون صورتت. بابا منو دید. گوخور واقعا اینا. توفتون صورتت دادار. شوکماتیک. سلام. اینو لوت کن. بخور. برو. قایم شدم. بابا وای چی شد؟ واو ما رو برد کجا؟ چرا تو یخچالم؟ همینجا دارم چک کنم. همینو بردار شیشه رو بشکن با همین بزن تو کلش دیگه. It is looked. فکر کنم این واسه جلو. این اصلا همینجوری ساخته شده. اینجا چسب. فکر کنم واسه آراد. اینو باز بذار. منم دارم میرقصم. خوبه؟ بنزین رو بردارم بکنم تو صورتت. گوجو. خب یه دور تمیز نزدم. بیا برو. جا خورده. قایم شو این زیر. میارمش اینجا اینو میزنم تو سرش. جو خالی داده جی. زهر انار شده. پارک بچه اینو باید یه جا پرش کنم. بعد یه جا پر کنم. خب الاس چس دوربین باشید برش کن. خب بریم. الان من اویل نیاز دارم. اویل. برو کافیتریا. بنزین اینجا گذاشتم. خب
این اینجاست. یعنی این که داخل کافیتریا که واو کجایی؟ آو الان فهمیدم کجاست. قلبم مثل چی میزنه؟ مثل جت. اشک. داره برمیگرده. اوکی داره برمیگرده. یه دونه اونجا هست با دیگه اویلو بردارم آجی. تافتون صورت قشنگت. تافتون عقلت. خوبه خوبه خوبه. این شکلی برش میدارم. تافتون صورتت داره میاد. اوکی داره نمیاد. یه برگشت زد. چک کن زود باش. در اومد. الان کجاستون؟ واکن دارو. حاجی بودو 18 دقیقه شد ویدیو. تاف تو صورتت. سایک. چرت پرت. ها بیا. شوکماتیک. خب توف تو صورتت.
باگ 100%. یه وقت اینا رو با نکنه کر بشم. خوبه منگل رفت بالاخره تو پارک. با کن اینجا رو. این پولو بذار اینجا. نستد یه اصلا نفهمیدم به چه دردی میخوره. یه شات میخوای؟ نه بگه تو صورتت. چی شد؟ بچه راد ما برای 1 دقیقه رفت اون دون با یه ضربه. First try. اون دنیا باش بی زحمت. من هنوز یه کار کوچیک دیگرم دارم اون انجام بدم بیام. آجی بیدار شد. توفتون صورتت بیدار شد. میرم کافتریاک. خب اون اویلو بردارم. اون اویله مثلا اینه که یه جا چیزه آجی. 2 ثانیه وایسید بچه. خب بریم. اوکی بهترین جای دنیاست. یعنی امکانش نیست منو ببینه. بیا برو پارک. فقط جان مادرت نیا. برو پشت سرم نگاه کنم. آخه یه ذره زرنگه پشت سرتو نگاه نمی کنی یواشکی میاد. بله قسمت VIP. اینجا بنزین است. خم شو. خب بعد از این بعد بریم پارکینگ. نه آره بعد بریم پارکینگ. واو هلو من نه انت گوزو اوکی بردار اینو. نه هدر نمی گمم کرد ذاتاً منگل. گمم کردی؟ توفتون صورتت. توفتون صورتت. بابا ولمون کن. اینو بزنم تو صورتت. خدافظ. پشت سرم نگاه کن. خوبه منو ندید. وای داره میاد. بخش شدم. سریع باید پر کنم آجی. پر شو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اومد اینو پرت میکنم تو صورتش و برمیدارم میرم عقب. بله یعنی عقب نشانی میکنم. خب کسی نیست. اوکی
بردار پارکینگ. نه اوکی اینجایی. اینجا نیست. اینجا هم نیست. اوکی بچه الان که اومدم اینو میندازم زمین. وای من نیاز به یک کلید دارم. بچه بعد برگردیم به پارک. میدونستم توی گوزو قراره بیای اینجا. اشک رفتی؟ توفتون صورت بزاقیت. صورتت واقعا بزاقه. بالا آره اونجا رو یه ذره چک علکی بکن. بیا بد شوت منگل. بیا برو شکل والو. هر لحظه ممکنه بیاد بخاطر اینو برمیدارم. گاه برو تا یه دقیقه ریخت تو نبینم. بیریخت. کت اینجا نیست. نه کت معمولا رو صندلی ها میذارن. یکی کتش رو جا گذاشته. آفیس کی حاجی الان یه دقیقه پر میشه بیدار میشه. لفتم میکنه مثل چی فرار. گیر کردم. از اینجا میرم سریعتره. خوبه فقط به ماشین دیر میرسیم. البته هر دوتاشون فرقی ندارن. بابا چرا اینقدر کافتریاکو انتخاب میکنی؟ بیا برو پارکینگ. خب الان من باید 2 ساعت امیلیو پیدا کنم. بعد از اینکه کارت امیلیو پیدا کردم بعد برم بچه اگر داخل راه پله بود آقای راد ما باید بریم از یه افتون صورتت. نه من اینجا نیستم. اگه بیاد میرینم تو خودم. نرو. نه 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 نه. یه صدای پرفکت شنیدم. خوبه اینجا اصلا کمین نکنی. صدا چی بود؟ اوکی حالا امیلی یا ابوالفضل حاجی قشنگ روبروم بود جلوی منو ندید. یعنی با یه گنده گوزیم گن زدم تو کل چیز. فرار بودو خفتم نکنی. تازه آیدی کارتو به دست آوردم.
آخیش. خب بچه یه لحظه ببینم. چه 3 دقیقه. بچه ها 30 دقیقه است داریم 31 دقیقه است داریم اینو میگیریم. واو خوش اومدید. آجی گردنم خوش شد. این از تو باز میشد. وای یا برو الان راد میاد. این چیه؟ 235. بچه اگه اینجا راد توفتون صورتت. غیب شد. پارکینگ. الان بعد شماره 235 بود. آره شماره 235 رو باید پیدا کنیم. خوبه. 214 215 این طرفی حرکت میکنه. 216 217 201 What 38 39 40 این طرف 31 33 الان بتونم کجاست. خوبه. فهمید اینجا من میونم. اینجا بمونم. نیو رفت الان گربه دوست بزنم. خب بریم. واسه از کجا این بعد پرش کنم؟ چی شد؟ خب اما من از کجا این پرش کنم؟ گیج کی. خب آیتمایی که به درد اون میخورن. خب اینم آیتمه. کارت آیدی کارت. اوکی خب الان همچی حله که داداش. این شکلیه. اوکی پر شد. بردار اینو. Let's go. ای بابا. اوکی آروم باش. خب الان این دفعه الان من چجوری بندش رو پیدا کنم؟
این چیه؟ اوی. سلام. ای مگه من چیم اینجا؟ گوزو احمق. من دیگه رفتم پارکینگ. Let's go baby. Oh let's go baby. خب بریم. Okay. گیج کی برش شد ببنده رو. بچه ها گفتن این بازی خیلی سخته و امکانش هست بعضی از قسمتاشو نریم. بخاطر همین من بعضی از قسمتاشو امکانش هست نرم. بیا برو پایین. حاجی اینجا گیر بیفتم دیگه گیر افتادم بچه ها. اینجا اصلا راه فراری نریم. ماسک خودشو بذارم نه دیگه انسانه میفهمه. اونم مثل انسانه فقط قدرت ماورایی داره همین. اوکی اینجا اصلا نیست یارو. بریم. اون استفاده نمی کنم چون اصلا خوب نمیتونم استفادهش کنم. الان فقط میدونی چی میمونه این که علامت هومو بزنم. هوم. خب let's go. اوکی let's go. آره این داشمون هم راستی اسم چارلیه دوستمونه. چجوری پریدی؟ درش اوکی let's go. خسته شدم. از ماشین یارو اینو دزدیدی. وای بچه ها لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره و بی زحمت زنگوله نوتیفیکیشن هم باز بذارید تا هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون پیام بده و تا ویدیو دیگر به سلامت.